در مختصر صحیح البخاری آمده است که در باب اذان با بلال امر شد که اذان رو دو بار و اقامت رو یک بار بگوید. همین را استاد میفهمونده. بله، اذان چخیلی که در جاهای ما در همه جا هست، اذان همون خیلی است. یعنی دو بار الله اکبر یک بار شد، الله اکبر دو بار شد، اشهد ان لا اله الا الله یک بار، اشهد ان لا اله الا الله دو بار. همین خیلی، همین اذانی که ما میگوییم همه جا اذانمو یک خیلی. اما قامت مذهب حنفی هم چخیلی که اذان است همون خیلی میگن، فقط تیزتر میگن و قد قامت صلاه همراه میکنن. دیگر مذهب‌ها به همین حدیث بخاری که پیامبر صلی الله علیه و آله امر کردن امیر بلال امر شدند، این حدیث در بخاری هست. بلال امر شد، امر کننده کی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله امر کردند که قامت یک باری گوید، یعنی الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حی علی الصلاه حی علی الفلاح یک باری، قد قام الصلاه خد دو بار، لا اله الا الله یک بار. امخه یعنی این چیزا هیچی نمیکنه. اگر رفتو مثلا طبق مذهب حنفی قامت گفت نماز درست است، طبق مذهب جمهور هم قامت گفت نماز درست است. از آن اونها دلیلشون با قوت تر است، چون که تکیه به حدیث بخاری کردن، حدیث صحیح. بله.